اهرام مصر از شگفت‌انگیزترین سازه‌های باستانی جهان هستند. پیش از این گفته می‌شد این سازه‌ها به دستور فراعنه مصر ساخته شده‌اند. کنون نظریه اصلی این بود هدف اصلی اهرام مقبره فراعنه و حفظ اجساد مومیایی شده آنها بوده است. هرم خوفو بزرگترین هرم در جیزه 4500 سال پیش ساخته شده است. ارتفاع اولیه هرم خوفو 146.6 متر بوده است. امروزه به دلیل فرسایش آن ارتفاع آن 139 متر کاهش یافته است. هرم خوفو از بیش از 2.3 میلیون بلوک سنگی ساخته شده است. وزن هر بلوک سنگی بین 2 تا 15 تن است و سالهاست همین ابعاد مایه شک بسیاری از مورخان شده است. مورخانی که میگویند چگونه 4500 سال پیش انسان میتوانسته است سنگی با ابعاد 15 تن را در ارتفاع 145 متری زمین جابجا کند. در 4500 سال پیش چه ابزار مکانیکی وجود داشته است؟ برخی با استناد به اسناد تاریخی میگویند میتوان به ضرس قاطع اعلام کرد قدرتی فراتر از قدرت انسان چنین اهرامی را ساختند. برخی از سنگ‌های به کار رفته از معدن اسوان صدها کیلومتر دورتر از آن سنگ معدن آورده شده است. حال انسان با چه ابزار مکانیکی 500 کیلومتر دورتر آن سنگ معدن را به این مکان آورده است؟ نحوه انتقال این سنگ‌ها هنوز یک راز بزرگ است. نظریه استفاده از رمپ‌های شیبدار یکی از تئوری‌های مطرح در ساخت اهرام است. برخی اعتقاد دارند مصریان از قرقره و سیستم‌های حمل و نقل خاصی استفاده کردند که الان برای ما ناشناخته است. اهرام جیزه شامل 3 هرم اصلی خوفو، خفرع و منکوره هستند. هرم خفرع کمی کوچکتر از هرم خوفو است. هرم منکوره کوچکترین هرم در جیزه محسوب می شود. کنار اهرام مجسمه عظیم ابوالهول قرار دارد. ابوالهول دارای بدنی شبیه به شیر و سری انسان مانند است. برخی معتقدند که ابوالهول تونل‌های مخفی به داخل اهرام دارد. جدیداً برخی دانشمندان فضایی با استفاده از رادارهای سار که می توانند به عمق زمین نفوذ کنند و عمق دریاها را به راحتی ببینند به شگفتی‌های عجیبی دست پیدا کردند. داخل هرم خوفو اتاق پادشاه، اتاق ملکه و دالان‌های مخفی وجود دارد. اتاق پادشاه دارای تابوتی از جنس گرانیت است. هنوز مشخص نشده است که آیا جسد خوفو در هرم دفن شده است یا خیر. برخی معتقدند که هرم مقاصد نجومی نیز داشته است. بینش اهرام با صورت فلکی شکارچی همراستا می باشد. برخی ادعا می کنند که انرژی های خاصی در درون هرم ها متمرکز شده است. اهرام دارای تهویه هوای طبیعی هستند. در حالی که بیرون از اهرام گاهی دمای هوا به 80 درجه سانتیگراد می رسد، دمای داخلی اهرام همیشه ثابت و حدود 20 درجه سانتیگراد است. اهرام در گذشته با سنگ‌های سفید آهکی پوشیده شده بودند. نور خورشید باعث درخشش آنها می‌شد. بیشتر این سنگ‌های پوششی در طی 4500 سال گذشته از بین رفتند و حالا فقط بقایایی از آن باقی مانده است. برخی از سنگ‌های اهرام در دوره‌های بعدی برای ساخت بناهای دیگر استفاده شده‌اند. در داخل برخی از اهرام نوشته‌های مذهبی و نمادهای اسرارآمیزی وجود دارد که برخی هنوز برای انسان کشف نشده هستند. برخی اعتقاد دارند بیگانگان در ساخت اهرام نقش دارند. عده‌ای دیگر ساخت اهرام مصر را به جن‌ها ربط دادند. اما برخی باستانشناسان میگویند که مصریان خودشان این سازه‌ها را ساختند. اما برخی از اسناد کشف شده میگویند که کارگرانی که این اهرام را ساختند برده نبودند.
این اسناد میگوید آنها در شهرک‌های نزدیک اهرام زندگی و کار می‌کردند. دانشمندان با اسکن‌های مدرن حفره‌های مخفی داخل اهرام کشف کردند. پروژه اسکن برداری از فضاهای بزرگ که 3 سال پیش انجام شده است در درون هرم خوفو چیزی شناسایی کرده است. هنوز دقیقاً مشخص نیست که این فضای خالی چه هدفی داشته است. ناپلئون بناپارت هنگام لشکرکشی به مصر از داخل هرم بازدید کرد. در گذشته بسیاری از اهرام مورد سرقت قرار گرفتند. گنجینه‌های ارزشمند داخل مقبره‌ها معمولاً به دست دزدها افتادند. مصریان باستان اعتقاد داشتند که فرعون پس از مرگ به زندگی پس از مرگ می‌رود. بسیاری از اشیاء مومیایی شده در اطراف اهرام کشف شده‌اند. نفرین فرعون یکی از افسانه‌هایی است که با کشف مقبره در آن به وجود آمده است. دانشمندان معتقدند برخی از قارچ‌ها و باکتری‌های باستانی باعث مرگ کاوشگران در این مقبره شده است. در داخل برخی هرم‌ها مجسمه‌های طلایی و وسایل زینتی یافت شده است. برخی از این اشیاء در موزه مصر در قاهره نگهداری می‌شوند و برخی دیگر به کشورهای اروپایی فرستاده شدند. بسیاری از نظریه پردازان به دنبال کشف رازهای بیشتری درباره اهرام ثلاثه هستند. یکی از مهمترین کشفیات کشتی‌های خورشیدی در نزدیکی هرم خوفو است. این کشتی‌ها احتمالاً برای استفاده فرعون در زندگی پس از مرگ به آنجا برده شده‌اند. بسیاری از قسمت‌های داخلی اهرام هنوز به طور کامل بررسی نشده‌اند. ابزارهای اولیه ساخت اهرام شامل چکش‌های مسی و سنگی بودند. برخی معتقدند که آب و رود نیل در حمل سنگ‌ها نقش مهمی داشتند. مسیرهای سنگی از کنار نیل تا محل ساخت اهرام کشف شدند. اهرام نماد قدرت فرعونها و پیوند آنها با خدایان بودند. ساخت هر هرم چندین دهه طول کشید. امروزه اهرام یکی از پربازدیدترین جاذبه‌های گردشگری در جهان می باشد. سالانه میلیون‌ها نفر از این سازه تاریخی بازدید می کنند. پژوهشگران هنوز به دنبال پاسخ‌های بیشتری درباره چگونگی ساخت اهرام مصر هستند. استفاده از تکنولوژی‌های مدرن مانند درون‌ها و رادارها به کشف جزئیات بیشتری درباره اهرام کمک کرده است. برخی از سازه‌های هرم مانند در تمدن‌های دیگر مانند مایا نیز وجود دارند. اهرام مصر همچنان یکی از بزرگترین رازهای باستانشناسان باقی مانده است. تئوری‌های بسیار زیادی درباره اسرار اهرام مصر مطرح شده است. هرچه تحقیقات بیشتر شود، رازهای بیشتری درباره سازه‌های اهرام ثلاثه مشخص می شود. ممنون که تاکنون با ما بودید. اگر قسمتی از خاصی از این روایت برایتان جالب بود، در قسمت کامنت ها برای ما بنویسید.